اینجا در زمان صفویه خودش یک باغ بوده که در زمان زندیه تصمیم گرفته میشه این عمارت رو که برای سفیران مراسم‌های آیینی اعیاد خاص میخواستن برگزار کنند ساخته بشه و یکی از کاخهاییه که کریم خان زند خودش خیلی دوستش داشته. حیف این بنا رو ببینیم و از مرمتکار اینجا حرفی زده نشه. حاج محمد باقر جهانمیری یکی از بهترین مرمتکارهای شیراز بوده که متاسفانه این کاخ رو به زیبایی مرمت کرده و زمانی که در هفتنان داشته کار میکرده از بالای داربست متاسفانه میافتن پایین و فوت میشن. ایشون یعنی هفتنان هم ایشون ساختن؟ ایشون مرمتش داشتن میکردن. در حقیقت ایشون به نقاش به اصطلاح عالم اسرارآمیز معروف هست و یکی از بهترین نقاش‌ها و مرمتکارهای ما بوده. اوریجینال اونه، اصل اونه. ایشون به این زیبایی اینجا رو کار کردن. شعری رو که می‌بینید از علی ریاضی یکی از باستانشناس‌ها که در اینجا کار شده. این بنا 4 تا گوشواره داره، 8 سریه. این یکی از گوشواره‌های ورودی هست. تشریف بیارید. رو با توجه به حوض هم میتونیم ببینیم. مقرنس‌کاری ها که در معماری این کار رو بهش میگیم مقرنس‌کاری. شما به زیبایی میتونید ببینید نقشه گل و مرغ، فکر بلبل همه آن است گل شدی آرش گل در اندیشه در کارش. طاق و تعویضه ها رو میبینیم که در معماری به این طاق و تعویضه میگیم و به اصطلاح 4 تا شاهنشین داره. باز برای نشون دادن این که مرمت چجوری بوده ما اوریجینال و اصلش رو در به شاهنشین شمالی شما اینجا اوریجینال بوده. نقش اصلی زندیه این هست. آقا محمد خان متاسفانه به زمانی که به اینجا حمله میکنه چون بنا پی و جرس محکمی داشته نمیتونسته از بین ببره، تصمیم میگیره زیبایی ها و تزیینات بنا رو از بین ببره. تشریف بیاریم از اینجا شروع کنیم. تصویر کریم خان زند هست. در حقیقت این یکی از زیباترین تصویرهایی هست که ما از کریم خان زند داریم. اسدالدین شایسته شیرازی شاگرد تمرینی کرد. با توجه به وصف‌هایی که از ایشون شنیدم، چشم‌های رنگی، بینی آفتابی، پیشانی چروکیده و لباس‌هایی از کرباس می‌پوشیدن. ایشون هیچ وقت خودشون رو شاه ننامیدن. وکیل و رعایا لقبشون بود و تصمیم گرفتن که این عنوان رو حفظ کنن. فهمیدن که متوجه شدن که آرامش رعایا مردم در اینه که جنگی نباشه. می‌بینید که در ایران باستان منشأش بین النهرین بابل ایران بوده و معتقد بودن اگر در این ظروف به اصطلاح غذا یا مایعاتی بنوشن از انرژی و نیروی این حیوانات به اونها هم منتقل میشه که دست خروسی هم به این ظروف به اصطلاح سرخروسی میگن دسته بندی شده. ظروف زرین خان رو می‌بینید که مدتی طرز تنگش از بین رفته بود. باز یک از هنرمندهای اسلامی تونستن این رو احیا کنن. در اینجا تصویر شما نقاشی زمانهای زندیه آقا صادق داریم که معمولا نقاشی‌های رمانتیک رو می‌کشن. مرزا بابادر نقاشی‌های جنگی رو می‌کشن و آقا جعفر که اواخر زندیه و ابروی قاجار دارن. در اینجا شما حضرت سعدی رو می‌بینید با 2 فرزند اتابک. ایشون در حال تدریس به فرزندان اتابک اول صادق نجفی هست. اسم اصلشون ابومحمد مشرف‌الدین مصطفی هست که تخلص سعدی رو از نام این فرزند می‌گیرن. این فرزند متاسفانه در نوجوانی از بین میره. شما در مورد اتابکان چیزی می‌دونید؟ تو فارس حکومت می‌کردن. زمانی که مغول‌ها حمله می‌کنن به هر کدوم از شهرها که حمله می‌کنن حاکمان به اصطلاح جلوی مغول‌ها وایمیستن و اون شهر نابود میشه. به کلی به اصطلاح مغول‌ها تپه‌هایی از کله درست می‌کنن از سر مردم. به فارس که میرسن حاکم فارس که پدر این کودکان هست ابوبکر صادق زنگی به نامه برشون میفرسته، سفیر میفرسته که شما مگه دارایی فارس رو نمیخواید؟ من دارایی فارس رو به شما میدم. عوض به
به این ترتیب به اصطلاح شیراز میشه دارالعلم، همه هنرمندان دانشمندان به سمت فارس روانه میشن تا اینکه مغول‌ها متوجه میشن چه کلاهی سرشون رفته. این دفعه ابش خاتون دختر ابوبکر زرده حاکم فارس بوده و اینجا یک ازدواج سیاسی صورت میگیره. ابش خاتون زن منگول خان پسر هلاکو خان مغول میشه و به سمت تبریز روانه میشه. مهریه‌شون رو مالیات مردم فارس قرار میدن و دوباره فارس در آرامش به سر بره. الان آرامگاه ابش خاتون رو داریم. دخترشون برده چین زمانی که ایشون فوت میکنن جنازه‌شون رو به شیراز منتقل میکنن. نقاشی‌های آب و رنگ رو می‌بینیم از لطفعلی خانم آبرنگی رو می‌بینیم. یعنی مال خود لطفعلی خانم؟ بله لطفعلی خانم صورتگر که بیشتر کارشون مینیاتور، جلد آرایی و میگن شاهنامه داوری رو ایشون به اصطلاح کار طراحیشون رو انجام دادن. در اینجا شما سرویس ساسانی می‌بینید که سلول معماری که برای مراسم آیینی استفاده می‌شده. معمولاً در ایران باستان زمانی که کسی می‌خواست فوت کنه از این سرویس در قبورشون استفاده می‌شده. این سردیس کیه؟ نزده کیه مشخص نیست. آره احتمالاً پیدا شده چون زمانی که چیزی پیدا بشه ما فقط اون زمان مشخص نمیشه کجا هم پیدا شده. در بالا تابلویی رو می‌بینید از اسماعیل داشت به اصطلاح شاهنامه کمال‌الله هست با توجه به این شاهبیت حضرت حافظ هست. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به چنگ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. در حقیقت زهره داره چنگ می‌زنه، مسیح داره می‌رقصه و حافظ داره غزلش رو توریست ها معمولا این تابلو رو خیلی دوست دارن. این ثبت ملی هم شده و در بیر این هست که ثبت یونسکوش هم بکنن چون میگن هر جا ما مسیح رو میبینیم در حال انتظار سریع ولی اینجا در حال رقص و اینجا حافظ میخواد بگه غزل من انقدر شایان توجه هست که زهره باهاش چنگ میزنه و مسیح باهاش در آسمان همین کوشک رو میبینیم که در شب یلدا کشیده شده توسط آثار هندونه، تخمه، میوه های شب یلدایی رو میبینیم. باز هم نقاشی از آقای زیاد دارم. خیلی از توریست ها که میبینیم سبک مینیاتورها رو هم میخوان توجه کنن. این سبک مینیاتور هندی خیلی زیبا. فقط نور پردازی اینجا هم چند تا سبک مینیاتور در بالا اینا قدمتشون که صفویه. اینجا شما تابلوی می‌بینید در اولین زمان مربوط به زمان صفویه هست. در حقیقت پرسپکتیو نداره ولی یوسف رو بزرگتر درشتر می‌چیده. در حقیقت برای شرای یوسف هست یعنی خرید و فروش یوسف. در اینجا زنی رو می‌بینید که کلافی از نخل آورده و اون فروشنده بهش میگه پیرزن که پولی نداری اومدی یوسف رو بخری میگه میخوام اسم من هم در لیست خریداران یوسف ثبت میشه که همینطور هم میشه. ایران باستانه از این شکل شمایل ها در به اصطلاح مراسم آیینی استفاده می شده و این داره نشون بهمون میده که چقدر واقعا هنرمند بودن، چقدر جایگاه تقارن رو حفظ کردن. تصویری از ابوالحسین رو می‌بینیم که به اصطلاح ابوالحسین ستیری کشیده. ابوالحسین ستیری به مدلان شهر ایران معروف است. اون بعد در مورد تصویر سعدی بیشتر در موردش صحبت کنیم.
اینجا هم این شمشیر خود کریم خان زند هست. شمشیری که برای مراسم استفاده می شده، نه جنگ، شمشیر جنگ دو نبوغ هست. و روش با آیه های به اصطلاح آیه های قرآنی و شعری که با طلا تزئین شده میتونیم ببینیم. این تیغ شیر فلکش نخجیر است، شمشیر وکیلان شه کشورگیر است، پیوسته کلید فتح دارد بر دست، آن دست که بر قبضه این شمشیر است. در پایین شما کلاهگو، سپر، زره، شمشیر دولبه‌ای می‌بینیم که با آب طلا دوباره تزئین شده آیه های قرآنی که مشخص مربوط به سربازان و آدم‌های معمولی نیست، مربوط به سرلشکرها احتمالاً باید باشه. این قبر خود کریم خان زند مجسمه که از آقای عبدالعلی محمدی هست، مجسمه زند کشیده. در حقیقت کریم خان زند این کاخ به چون رسو داشته وصیت میکنه که در این ضلع کاخ خاک بشه و اینجا خاک بشه. میگم زمانی که فوت میشن متاسفانه تا 3 روز جنازه‌اش روی زمین به خاطر اینکه جانشینان بر سر پادشاهی حاکم شدن نظام داشتن و بعد از 3 روز اینجا خاک میشن. زمانی که آقا محمد خان میان و حمله میکنن در پیروز میشن، دستور میدن که این قبر رو بشکافن، نقشه کنن و جنازه‌شون رو به پله‌های کاخ گلستان منتقل کنن تا هر وقت از این پله‌ها بالاتری میشن این استخوان‌ها رو نگهداری کنن تا اینکه میرسیم به زمان رضاخان. یکی از نوادگان کریم خان از ایران یکی از شمشیرهای کریم خان رو ابن مجدد دیروز داشته و گرفتن به رضاخان و میگن اگر ممکنه کریم خان قبرهای بسیاری که مرمت کرد مثل حافظ، سعدی، شاه، خیلی درست نیست که این وصلش باشه و استخوان‌ها به سر جنگش برقرار نشه. میگن که به اصطلاح رضاخان با این مشروعیت حکومت خودش حاکم شده، عکساش هست، استخوان‌ها بله دیدم. ولی متاسفانه در اون زمان جنگ جهانی دوم بوده و ولیعهد مالاریا میگیره و همین که این نویه به اصطلاح کریم خان فوت میکنن و استخوان‌ها به داخل خزانه داخل میشه تا اینکه ولیعهد خان ازدواج کنن داخل خزانه که میرن میگن استخوان‌های نامعلوم شده روایت‌های مختلف داره. یک روایت میگه به نجف منتقل شده، بله. یک روایت میگه به امام زاده زید در تهران منتقل شده، ولی نوادگانشون میگن به همین جا. این نوادگانشون الان هستن؟ بله. کسایی هستن که بیان مثلا سر بزنن؟ ندیدیم اینجا ولی احتمالا در کنار باید بشه متوجه بشن. اینجا شما تصویری از سعدی بزرگ می‌بینید. در حقیقت ما تا قبل از این تصویر هیچ تصویری از سعدی نداشتیم. آقای ابوالحسین صدیقی با توجه به تصویری که خودشون از سعدی در ذهن داشتن این تصویر رو به این زیبایی کشیدن که بعد این تصویر به کتاب‌ها منتقل شده. از ویژگی‌های این تصویر اینه که همون تصویر اصلی و اوریجینال نسخه اصلی هست و اینکه ایشون این نسخه رو هدیه کردن به علیاصغر حکمت شیرازی رئیس انجمن آثار ملی و زیرش هم امضا کردن. چه موزه غنیه. من فکر می‌کنم یکی از غنی‌ترین موزه‌های شیراز هست. اولین موزه که در شیراز تأسیس شد علیاصغر حکمت شیرازی. چون من قبلا هم خیلی سال پیش اومدم اینجا، اینقدر غنی نبود. خیلی از مسافران هم راهنما نمیگن این که شما راهنما گرفتین خب خیلی فرق می‌کنه. نه ما که خود ساکن شیراز هستیم. مثلا راهنما دوست دارم. این فانوسه بسیار جالبه. این ها چرکلیده. چرکلید که می‌دونید. بله. برای باز کردن بخت دخترها خیلی چیزا استفاده یعنی متکدی. نقاشی‌های آقای صورتگر رو می‌بینید. اینجا شما یک تصویر می‌بینید، بالا رو ببینید از آقا صادق هست. در حقیقت دختر ترسا و شیخ صنعان. شیخ صنعان عارفی بوده که چندین شب در خواب می‌بینه به اصطلاح به روم رفته. ایشون میگه که حتما یک مشکلی در سلوک من پیش اومده که من این خواب رو می‌بینم، باید برم به روم. بلند میشن میرن به سمت روم با مریداشون. در روم که قدم می‌زدن یک دختر ترسا مسیحی رو می‌بینن و عاشق این دختر میشن. این دختر میگه اگر میخوای با من ازدواج کنی
کنی باید مسلمان رو ترک کنی، بت رو سجده کنی، قرآن رو پاره کنی، مشروب رو بنوشی. ایشون میگه هیچ کدوم از اون کارها رو نمی‌کنم ولی مشروب می‌نوشم. مشروب رو می‌نوشم، همه اون کارها رو هم انجام میدن. ولی چون مهریه دختر سنگین بوده یک مدتی هم خوبان دختر میشه. یکی از مریدها برمیگرده حجاز و شرح وقایع رو برای یکی از مریدهای خاصشون میدن. اوشون به مدت 40 شبانه روز نماز شب میخونن. در شب 40 خواب میبینن که به اصطلاح شیخ صنعان توبه کرده و نجات پیدا کرده. میگن که به مریدها بیان بریم به سمت رو. وقتی میرن همین اتفاق افتاده و شیخ صنعان توبه کرده. با شیخ صنعان برمیگردن به سمت مکه. این بار برعکس میشه، دختر عاشق شیخ صنعان میشه و در خواب میبینه که باید به دین شیخ صنعان بره. میگن و بالاخره شیخ صنعان رو پیدا میکنن، هم دیگه رو پیدا میکنن و در دامن شیخ اشهد رو میگن. این داستان میخواد به ما بگه اگر به بالاترین مرحله های هر چیزی رسیدیم امکان لغزش داریم و اگر لغزیدید ناامید نباشید، امکان برگشت و توبه کردن هست. امیدواری داره امید رو برای تشریف کنید. در شیراز وقتی میخوایم یک کار شابه کنیم میگن مگه قرآن 17 معنی نوشتی؟ دقیقا این قرآن 17 معنی هست. این همین مال دروازه قرآن بوده؟ بله 2 جلد. این یک جلدش در مخزن نگهداری میشه، یک جلدش رو به اینجا منتقل دادن برای اینکه مسافر. حالا من یه چیز اضافه کنم. اون موقع که من مادرم شیرازی بود، بعد عرضم به حضور شما میگفتن که یک صفحهش 17 منه، کلش هم 17 منه. دقیقاً همین. دقیقاً اینم که میگین من شنیدم. در حقیقت ابراهیم سلطان پسر روح اشار خونزا نبی تیمور نه این قرآن رو به این خط زیبایی نوشته. این طلایی‌ها که میبینی آب طلا هست، طلا هست. در زمان عصر دوره ما یک دروازه داشتیم که در زمان کریم خان زند در زمان کریم خان زند این قرآن ها به بالای دروازه قرآن منتقل میشه و معتقد بودن از برکت قرآن به اونها منتقل میشه. میگفتن مردم شیراز حتی اول هر ماه هم اگر میخواستن برن از این قرآن رد میشن تا از برکت قرآن برخوردار بشن، برن رکن آباد و بیان. ما 2 تا سند ازدواج داریم. این سنده هم زیباتر هست در حقیقت. در مربوط به زمان قاجاریه هست. مهرهایی که داریم میبینیم اگر این مهرها پای سند زده میشد یعنی شخص خیلی معتبر بوده. میگن زمانی که میخواسته معامله صورتگیری یا ازدواجی اگر کسی معتبر نداشتن که از این مهرها داشته باشه یک کشف می‌آوردن، اسمش روی اون کشف ثبت میکردن و به اصطلاح زده پای اون سند. میتونیم به اون شخص چی میگفتن؟ آدمای کشکی، یعنی آدمای نامعتبر. طلسم 100% هست، بهش میگن طلسم با حروف ابجد. از 1000 تا اسم خداوند در اطراف نوشته شده، 1000 تا اسم خداوند در جوشن کبیر هم وسط نوشته شده با حروف ابجد که معمولا برای ازدواج، پیروزی در جنگ و خیلی شرایط استفاده می‌شده. این 2 تا به اصطلاح طلسم جزء طلسم‌های خوب هست. ما طلسم‌های بد هم داریم که اون طلسم آبکاری طلاکاری هم شده که به نظر من خب در زمان قاجار ما خیلی خاک و زمین از دست دادیم. اینجا تصویر این هم تصویر هم سخت اصطلاح ملی شده. یوسف وارد میشه، زلیخا که نشسته و زنان رو دعوت کرده و هر کدوم نارنجیدن دست و به اصطلاح دستشون رو دارن میبرن از زیبایی یوسف. اینجوری یک ضرب المثل هم داریم، یادتون میاد؟ کفش برید از اینجا اینجا هم اصطلاح داریم شما مراسم کام بردن زنان شیرازی رو از صدرالدین شایسته شیرازی می‌بینید. گام سکنجه می‌خورد.
سطح این طلسم برای چی بوده؟ معمولا پیروزی در جنگ، فرزندآوری، رزق و فروغی شرایط ها هست. اینجا شما یک قرآن 30 پاره رو میبینید. هر پاره میشه یک جز که الان یک جزش رو اینجا قرار دادن. خیلی زیاد. در حقیقت تاشی خاتون این قرآن رو به یحیی جمالی گفتن نوشتن و به مسجد عتیق شیراز هدیه کردن. اگر مسجد عتیق شیراز رفته باشین، آقای یحیی جمالی بالای خدای خانه با خط زیبای خودشون با به اصطلاح روی کاشی بالای خدای خانه نوشتن که یکی از زیباترین کارهای ایشون است. در اینجا شما خط مولا صدر رو میتونید ببینید. خط خود مولا صدر. نزدیکی این به اصطلاح وسط‌های بانک ملی هم بوده. این بانک ملی هم جزء بانک‌های بسیار ارزشمنده. چون محسن فروغی طراحیش رو انجام داده. معمار کاخ نیاوران دستور میدن که به اصطلاح خیابون رو تریز کنند. این باغ از این بر تا دادگستری، از این بر کتابخانه، اداره دارایی و حتی خیابان بغلی جزء این باغ بوده که بعد که به اصطلاح خیابون تریز میشه این باغ هم کوچک میشه و به این ترتیب بسیاری از این بناها از بین میره. ما یک عمارت قاجاری داشتیم که حسین علی میرزا فرزند فتح علی شاه در این سمت غرب ساخته بوده به اسم کاخ خورشید. کاخی بسیار زیبا بوده. متاسفانه زمان تریز خیابان کاخ رو از بین میبرن. چهار طرف حوض قرینه داشتیم. حوض شمالی رو آقای ساقی میگن چون جنس سنگ‌ها از سنگ گندمکه و آب رو به خوبی نگهداری میکنه. حیفه شما حوضی که در جلوی حافظیه میبینی، آرامگاه حافظیه دوستو میبینی، از سنگ‌های گندمکی همینجا هست که منتقل شده. الان شما ازاره هایی رو که میبینید ازاره های همون کاخ خورشید هست که شما میتونید اینجا ببینیدشون. دو تا شیر که کاخ خورشید کجا هست؟ اینجا بوده که تخریب واقعا ازاره های دو تا شیر هست که تاج فتحعلی شاه قاجار رو دارن حمل میکنن. در حقیقت شیر در پرچم ما ایرانیان قیمت 7000 ساله داره. تشبیه بقیه ازاره ها رو هم در ایران باستان روی نقوش گل و گیاه بسیار مقدس بوده و نشانه روزمرگی زندگی بوده که به اینجا کشیده شده. طاووس در ایران باستان معتقد بودن که دشمن ماره و مار هم دشمن نوره. از اون بر هم جزء پرندگان هست که در قرآن ازشون یاد شده و جزء پرندگان بهشتی. در این سمت بیمار یعنی همون دیگه کسی که مرضی نداره. شما این بر تصاویری از به تحقیقش به اصطلاح اون گروه‌ها و گروه‌ها رو درخت‌های قطوری که در اینجا می‌بینید قدمت 500 ساله دارن مثل اون سروها. بله. مثل این سروها. شما اینجا ازاره های همون کاخ خورشید رو میبینید که اونی که گرزش سر گاو هست رستم هست و اونی که چشماش سفید شده اسفندیار. بقیه هم کنارشون اسمشون نوشته شده. او چرا چشماش سفید شده؟ بله؟ چرا چشمش سفید شده؟ احتمالاً دانش آموزا کردن دیگه که بعد به اینجا منتقلش کردن، چون ازارها اول تو مدرسه بوده بعد دیدن دارن تخریب میشن بیرونش آوردن و به اینجا منتقل کردن. حال آدم خراب میشه.
روزایی که خوب بشه. واقعا تاریخ از اون بر دلنشینه. این که ما آگاهی پیدا می‌کنیم خب خودش خیلی خوبه، ولی از اون بر هم شرایط دیگه هست. اگر تمایلش میشه اگه کریم خانی حمام